با سلام و احترام خدمت دوستان و دنبال کنندگان کانال دقایق با تاریخ. امروز میخوایم به یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ ایران یعنی سلسله آل بویه نظر بکنیم. آل بویه دودمانی ایرانی و شیعه مذهب بود که از دیار دیلمان یعنی منطقه گیلان امروزی ظهور کرد و تونست بخشای بزرگی از ایران و عراق رو تحت کنترل خودش در بیاره. توی این ویدیو ما از ابتدای این سلسله تا پایان حکومت سه برادر بنیانگذارانش صحبت میکنیم، یعنی علی، حسن و احمد. درباره اونها در مورد جنبه‌های سیاسی حکومتشون، جنبه‌های اعتقادی، سازمانی، نهاد وزارت در این دوره بررسی میکنیم و با هم دیگه صحبت میکنیم. بخش اول در مورد زمینه‌های تاریخی و ظهور آل بویه. سلسله آل بویه در حدود 121 سال حکومت میکنه، یعنی از سال 313 تا 435 هجری. میشه چیزی در حدود 934 تا 1055 میلادی. دودمانی ایرانی تبار از دیلمان که تونست بعد از مدت‌های قابل توجه سلطه اعراب رو، قدرت سیاسیشون رو به چالش بکشه. در مورد زمینه‌های تاریخی و ظهور آل بویه باید بگیم که این سلسله در حدود 122 سال حکومت میکنه، یعنی از سال 313 تا 435 هجری. میشه چیزی در حدود 934 تا 1055 میلادی. دودمان ایرانی تبار از گیلان، از دیلمان که تونست بعد از قرنها سلطه اعراب رو به چالش بکشه، قدرت سیاسی رو در ایران و عراق به دست بگیره. این سلسله توسط سه برادر به نامهای علی، حسن و احمد بنیانگذار میشه که اینها فرزندان بویه ماهیگیر بودن. بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در حدود میانه قرن سوم هجری که میشه 9 میلادی خلافت عباسی در بغداد ضعیف شده بود و جنبش‌های استقلال طلبانه‌ای که در ایران مثل ظهور صفاریان، علویان، زیاریان اینها به وجود اومده بودن، قدرت عباسیان رو به چالش کشیده بودن. توی این دوره بوده که دیلمی‌ها که مردمی جنگجو از جنوب دریای خزر یعنی خطه طبرستان و گیلان، البته خود اینها که اهل گیلان بوده ولی به طور کلی و حالا بهشون بر نخوره ما بگیم و استان گلستان یعنی گرگان و اینها هم حسابه، خصوصا کردکویی اینها هم حسابه. توی خطه جنوب دریای خزر اینها قدرت پیدا کرده بودن و اینها حتی وارد ارتش‌های مختلف شدن، به ارتش خود خلافت هم وارد شدن و به خاطر شجاعتشون جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بودن. ریشه های آل بویه یعنی همین سه تا برادر رو اگر ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، علی و حسن و احمد، اینها فرزند بویه ماهیگیر بودن که بهش بعداً لقب ابو شجاع دادن به دلیل اینکه پدر این سه برادر بود. خودش خب یک ماهیگیر ساده‌ای بوده از همون دیار دیلمان. و این فرزندان ابتدا در دستگاه و در ارتش ماکان کاکی که در موردش ما صحبت کردیم، یکی از امرای دیلمی بود و حالا کارتش هم این بالا میذارم، میتونید ببینید که چه یعنی یادآوری بشه در مورد خود ماکان کاکی. به ماکان کاکی خدمت میکردن و مدتی بعدم به مرداویج زیاری پیوستن. مرداویج که خب خودش یک آدم باستانگرا بود و رویای احیای امپراتوری ساسانی رو در سر داشت و اقداماتی کرد در این مورد که خب طبیعتاً توی قسمت خودش که بازم کارتش رو این بالا میذارم برای یادآوری میتونید مراجعه بکنید و در موردش یک یادآوری بشه. مأموریتی میده به علی برادر بزرگتر که کرج ابو دلف رو، یک منطقه نامشخصی، الان میگیم نامشخص، در حوالی همدان یعنی در استان همدان امروزی، اونجا رو بره فتح کنه که موفق هم میشه این کار رو انجام بده. اما وقتی که قدرت گرفتن و موفقیت علی رو میبینه تا اندازه قابل توجهی از این وضعیت علی نگران میشه، سعی میکنه جلوی پیشرفتش رو بگیره.
اما علی یک فرد خردمندی به اسم ابن عمید، یه جوری وزیرش در اون زمان، حالا ما نمیگیم وزیر، یه مشاوری بوده در کنارش، کمک میکنه و باعث میشه که نقشه هایی که مرداویج علیه علی کشیده بود و میخواسته قدرت اون رو ازش بگیره و به چالش بکشه، اونا رو خنثی میکنه و علی قدرتگیری میکنه، یعنی برخلاف چیزی که مرداویج میخواد. در سال 321 هجری علی با شکست دادن حاکم عباسی اصفهان اونجا رو میگیره، بعد فارس رو میگیره، شیراز رو مرکز خودش قرار میده. همزمان برادر بعدیش حسن ابن بویه ری و همدان و اینها رو، منطقه جبال رو تصرف میکنه و مرکز خودش رو ری قرار میده. برادر کوچکترشون احمد رو که شخص بسیار شجاعی بوده، هم به خاطر اینه که محکش بزنن و هم به خاطر اینه که تا اندازه‌ای با فنون جنگی و فرماندهی بیشتر آشنا بشه، میفرستن به طرف کرمان و کرمان رو فتح میکنه و این فتحی که میکنه با شجاعت بسیار بوده، خودش مستقیم حتی با دشمن درگیر میشده و باعث زخمی شدنش میشه. البته کار خودش رو به درستی انجام میده، کرمان رو میگیره که کرمان هم میشه جزء ضمیمه اون مناطقی که آل بویه تونسته بود تصرف بکنه. میره به طرف خوزستان، اهواز رو میگیره و در اونجا قصد میکنه که به طرف بغداد بره. خب نیروش به اون اندازه کافی نبوده که مستقیم بخواد با سپاه خلیفه و امیرالامرا، یعنی کسایی که خدمت میکردن به خلیفه، طرف بشه. نیروی کمکی از طرف برادر بزرگش علی میرسه و از اون نیرو استفاده میکنه برای گرفتن بصره، واسط، بغداد و همه اینها، در حالی که خب خود بغداد البته در این زمان توی ضعف و هرج و مرج بوده و این خیلی خاص بوده تو تاریخ که این سه برادر که از یک خانواده ساده و بی پیرایه دیلمی بودن، تونستن با قدرتگیری که میکنن اصلا مسیر تاریخ رو تغییر بدن و این خیلی با ارزشه. گفتیم البته دیلمی ها افرادی بودن که چنان جنگجوهای خوبی بودن که نه تنها اعراب که خود حتی ترک ها که وارد قسمت های مختلفی شده بودن به عنوان سپاهی حساب می بردن از اونا و روی قدرت دیلمی ها حساب می کردن. با نیرویی که علی در اختیار احمد برادر کوچکتر قرار میده، میتونه بیاد و بصره و واسط و بغداد رو بگیره و به قول قدرت عباسی‌ها رو به چالش بکشه و این خیلی تو تاریخ مهمه. این سه برادر با همکاری هم تونستن آل بویه رو به یه قدرت بزرگ و قابل توجه تبدیل بکنن، خلافت عباسی رو تحت کنترل خودشون در بیارن. بعد از اینکه احمد تونست بغداد رو فتح بکنه، خلیفه اون رو سمت امیرالامرایی میده، لقب معزالدوله بهش میده و برای برادراش هم، برای برادر بزرگش علی، عمادالدوله رو، لقب عمادالدوله رو انتخاب میکنه و بعد از اون برای حسن هم، برادر دوم، لقب رکنالدوله، یعنی حسن رکنالدوله، علی عمادالدوله، احمد معزالدوله. این لقب رو به اینها خلیفه اعطا میکنه که اینها در تاریخ هم با این لقب ها شناخته میشن. لقب ها رو از خلیفه گرفته بودن و هیچ تلاشی هم نمیکنن که لقب دیگری رو خودشون به خودشون بدن، به خاطر اینه که یه جوری باید اون مشروعیت مذهبی رو رعایت میکردن. با اینکه هم مذهب خلیفه نبودن، بیشتر در موردش توضیح میدیم، ولی به دلیل اینکه قاطبه ممالک اسلامی تحت از نظر مذهبی سیطره بنی عباس بودن، لازم بود که اینها یه ارتباطی رو با بنی عباس حفظ بکنن. هرچند خیلی از اوقات بوده که حتی همین احمد معزالدوله با خلیفه کار داشته، خلیفه رو به زور میارن به خونه احمد، یعنی حتی اینجوری که یه پارچه‌ای رو به گردنش میندازن میکشنش، یعنی به این شکل با نهایت بی احترامی این کار رو میکنن که خب این توی تاریخ هست و خیلی واقعا باعث سرشکستگی خلافت بوده.
سیاست هوشمندانه که علی داشته بعد از فتح فارس انتخاب شیراز بوده به عنوان مرکز قدرتش. کازرون رو هم فتح میکنه و پایه‌های سلسله رو محکم میکنه. رکن الدوله یا حسن که همونجوری که گفتیم همدان و اصفهان و ری تحت کنترل و سیطرش بودن، البته ری مرکزش بوده. سال 332 اونجا رو به عنوان مرکز خودش انتخاب میکنه و یه روابط خاص و پیچیده‌ای به قولی ارتباطات کجدار و مریضی با زیاریان و سامانیان داشته. روابطش یه جوری بوده که به قولی نه در صلح بودن نه در جنگ بودن، گاهی باید رعایت حالشون رو میکرد، حتی گاهی به قولی بهشون باج میداد یا متقابلا از اونها منتفع هم میشد. اینجوری بود که میتونست اصلا تثبیت بکنه قلمرو خودشو. اما احمد همونجوری که گفتیم بعد از فتح خوزستان در سال 334 بغداد رو تصرف میکنه، مستکفی خلیفه رو عزل میکنه و بعد از اینکه اون رو عزل میکنه مطیع یا المطیع به جای اون که یک به قول آلت دست بوده میاد و به خلافت میرسه. اینجا بوده که میاد لقب رو برای برادراش هم میگیره. آل بویه برخلاف تصور رایج به عنوان اینکه شیعه بودن، اینها خلافت عباسی رو نمیان نابود بکنن به خاطر اون قضیه مشروعیت مذهبی که بهش نیاز داشتن و فقط خلیفه رو به عنوان یک آلت دست، یک نماد مذهبی نگه میدارن و قدرت سیاسی دست خودشون بوده. این باعث میشه که همون مشروعیت مذهبی رو داشته باشن، هم کنترل واقعی رو به خلافت حفظ بکنن. از لحاظ ساختار سیاسی هم یک حکومت فدرالی داشتن، یعنی یه سیستم حکومت غیر متمرکز بوده که ایجاد کرده بودن. قلمروشون که اون سه بخشی بوده که گفتیم، قسمت‌های در دست علی بوده، در دست حسن بوده و در دست احمد بوده. هر کدوم برای خودشون پایتخت داشتن و این تقسیم بندی مثبتش این بوده که بهشون اجازه میداده که هر منطقه رو با توجه به شرایط اون منطقه مدیریت کنن. اما غیر متمرکزی بعد از این سه برادر یه اختلافاتی رو به وجود میاره که ما توی جلسه بعدی بهش حتما اشاره میکنیم. عمادالدوله برادر بزرگتر در سال 338 هجری فوت میکنه و به دلیل اینکه فرزندی نداشته، فرزند بزرگ حسن یعنی پناه خسرو یا فنا خسرو ملقب به عضدالدوله رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه. یعنی وقتی که این جانشین میشه، پدرش و عموش هر دوشون هر کدوم تو منطقه خودشون داشتن حکومت میکردن. احمد معزالدوله حدود 18 سال بعد از برادر بزرگ خودش علی فوت میکنه توی بغداد و بعد از اون عزالدوله بختیار فرزندش جانشینش میشه و رکن الدوله حسن سال 366 هجری یعنی 10 سال بعد از احمد فوت میکنه و قلمروش بین دو تا دیگه از پسراش، یعنی پسر بزرگ عضدالدوله که جانشین علی شده بود و حالا دو تا دیگه از فرزنداش ملقب به فخرالدوله و مؤیدالدوله، اینها هستن که قلمرو حسن بینشون تقسیم میشه. حالا شما تصور بکنید یه سلسله ایرانی بعد از قرنها تونست قلب خلافت اسلامی رو تسخیر بکنه، یعنی وضعیت آل بویه. و آل بویه همونجور که گفتیم خلیفه و خلافت رو نگه میداره. البته اینا عملا آلت دست بودن و قدرت که خب دست خودشون بود. از نظر اعتقاد و نقش مذهبی که داشتن، آل بویه گفتیم شیعه مذهب بودن و خیلی به شکل ملایم گسترش میدادن تشیع رو، به خاطر همون وضعیتی که گفتیم اکثریت اهل سنت بودن و اختلافاتی هم طبیعتا بین شیعیان و اهل سنت بوده. خب اینها خودشون اون اول زیدی بودن، یعنی آل بویه به احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه با علویان و اینها هم همکاری میکردن، علویان که تو قسمت خودش حالا کارتش هم اینجا میذاریم، ما 4 تا کارت مجازیم بذاریم، حالا فعلا 3 تاشو مصرف کردیم. اینها به دلیل اعتقادی که زیدیه داشتن که اون امام زیدیه باید از همون نسل اونها می بود،
این قضیه براشون یه مقداری سخت بود، برای همین به گرایش اثناعشری یا شیعه 12 امامی تمایل پیدا کردن. این یکی از دلایلش یه دلیل سیاسی بود که به دلیل قضیه مهدویت، قضیه امام غائب و افرادی که میتونن بعد از امام غائب به عنوان اولوالامر حکومت بکنن و مردم به اونها مراجعه بکنن، به همون دلیل گرایش پیدا میکنن به مذهب شیعه اثناعشری یا 12 امامی، چون این محدودیت عملا براشون برداشته شد و دیگه الزامی نبودش کسی باشه بخواد ازش امامی باشه که حتما بخواد از نسل پیامبر باشه و ازش اطاعت بکنن. الان اینجا بعد از غیبت امام 12 این قضیه میشه گفت یه طوری براشون جوری بوده که دیگه فرقی نمیکرده که چه کسی امام باشه، مردم مرید چه کسی باشن، ولی خودشون جوری نبوده که بخوان پیشوای مذهبی مردم باشن. یعنی اطاعت مردم از هر پیشوای مذهبی اهل تشیع براشون قابل قبول بوده و اینا میخواستن به حکومت خودشون برسن. یعنی اینجوری از نظر سیاسی میشه گفت براشون مهمتر بوده. احمد معزالدوله در بغداد دستور میده که مراسم عزاداری برای امام حسین به مناسبت سالگرد شهادت امام حسین تو سال 352 یعنی عاشورای 352 توی بغداد برگزار میشه. بازار بسته میشه، تعطیل میشه، مردم به عنوان یک، حالا میشه گفت به عنوان تداعی اون مصیبتایی که بر امام حسین میره، از نوشیدن آب روز عاشورا پرهیز میکنن. یعنی یه جوری میشه گفت روزه میگیرن، روزه‌ای که آب نمی نوشن. اینجوری بوده و عزاداری با شکوهی رو توی بغداد برگزار میکنن که بعد از اونم بارها انجام شده. حتی روایاتی هستش که عید قدیر به عنوان یه عید با اهمیت برگزار میشه و حالت عید داشته. در زمان همون احمد هستش که توی اذان حی علی خیر العمل و اشهد ان علی ولی الله گذاشته میشه، اینها به اذان اضافه میشه و اذان بین اهل سنت و تشیع این تفاوت رو که در حال حاضر هم هستش به وجود میاد توش. احترام به قبور ائمه شیعه مثل حضرت علی یا امام حسین، یعنی نجف و کربلا، بازسازی کردنش، سنت زیارت کردن، اینها از اون موقع رواج پیدا میکنه. بغداد خودش چون هم اهل تسنن داشته و هم شیعه داشته، عملا به دو قسمت شیعه نشین و سنی نشین تقسیم میشه. البته بعضی موقع هم بین اینها یه اختلافاتی پیش میاد. یه مقامی به اسم مقام نقابت علویان، میشه گفت نمایندگی علویان، تأسیس میشه در زمان آل بویه که یک نهاد مهم برای شیعه محسوب میشده. با این حال سیاست مدارا وجود داشته، یعنی با وجود شیعه بودن آل بویه با سنی ها هم تا اندازه‌ای به عنوان حاکمای شیعه که به سنی ها هم حکومت میکردن مدارا رو داشتن. یکی از علمای اهل سنت بوده به اسم عبدالله ابن خفیف، توی شیراز مورد احترام بوده، مورد احترام عمادالدوله بوده و حتی اونجا برای خودش کلاس درس و اینها بوده، کاملا محترم بوده و این خب نشون میده که این مدارای مذهبی و سیاسی داره صورت میگیره و باعث میشه که یه مقداری از این تنش‌های مذهبی که بین اهل سنت و شیعه بوده کاسته بشه، یعنی یه جوری تحت کنترل قرار بگیره. گفتم البته توی بغداد گهگاهی یه اختلافات و زد و خوردی بین شیعه و سنی رخ میداده، ولی سعی میکردن این رو کنترل بکنن تا کار به جاهای باریکتر نکشه. و این که این قضیه که من گفتم مدارای سیاسی و مذهبی باعث میشه که گسترش تشیع سرعت بالایی نداشته باشه. بوده عاشورا و عزاداری که شد توسط معزالدوله رو بهش اشاره کردم توی بغداد. و یه چیز مهم دیگه این قضیه نهاد وزارت، یعنی سازمان آل بویه و همینجور نهاد وزارت که یک سیستم اداری و حکومت قوی رو ایجاد میکنه که
هم نگاهی به عباسیان داشته هم نگاهی به قبل از اسلام داشته. عباسیان که میگیم واقعیت اینه که عباسی خودش فی نفسه از خودش چیزی نداشت، اینا چیزایی بودش که از ایرانیا بوده، یعنی خاندان ما. یه قسمتی هم بود، الان اینجا اون کارت چهارمو خرج میکنم، وزرای ایرانی خلافت عباسی، به اون اگه مراجعه بکنید، برای مثال خاندان برمکی، این رو میتونید بهش مراجعه بکنید و یا یک یادآوری بشه که در اون زمان به چه شکل بوده و چه چیزهایی رو عباسی‌ها تو سیستم اداری خودشون میگیرن و دریافت میکنن از ایرانی‌ها، که اون هم از ساسانی عملاً انتقال پیدا کرده بوده به صفوی. منتها اینجا یه نوآوری‌هایی تو زمان عباسی میشه و همینجور باز هم زمان آل بویه. یعنی یکی از کارهایی که میکنن اینه که بعضی از اون دیوانهای عباسی رو با همدیگه ادغام میکنن، اشاره میکنیم بهش. در خصوص ساختار اداری، خب اینها 3 مرکز شیراز و ری و بغداد رو داشتن، حاکم مستقل داشته هر طرف و هر جا، و اینها رکن اصلیشون احترام متقابل و سلسله مراتب بوده. همین احمد بعد از اینکه بغداد رو فتح میکنه، خب این فتح بسیار بزرگ و مهمی بوده، میاد به دیدن برادر خودش عمادالدوله، جوری که زمین بوس میده به برادر خودش و در حضور برادرش سر پا می ایسته. یعنی اون احترام که باید بین برادر کوچکتر نسبت برادر بزرگتر باشه، اون رو نشون میده و اثبات میکنه و مدار حکومتشون بر اساس همین بوده. چه حسن رکن الدوله، چه احمد معزالدوله، اینها کاملا این قضیه بزرگتری کوچکتری رو به قول خودمون حالیشون بوده و همونجوری حکومت کردن تا روزی که زنده بودن. این دیوانها که گفتم یه دیوان وزارته. این دیوان وزارت از این دیواناییه که ساخت آل بویه است، مدیریت مالی و مالیاتی و اداری و اینها رو داشته. یعنی اون دیوان خراجی که زمان عباسی بوده میاد در دل این دیوان وزارت آل بویه میشینه. دیوان رسائل بوده، مکاتبات و اینها انجام میشده. دیوان قضا همین دادگستری خودمون بوده. سپاه بوده، دیوان سپاه بوده، امور نظامی. دیوان برید بوده که یه جوری مثل همین ما امروز داریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به علاوه اطلاعات. حالا چرا دارم میگم این فناوری اطلاعات که حالا یه بحث دیگه بود، حالا کاری نداریم با قضیه طنزش که اون روز که نبوده همچین چیزی، ولی مراسلات بوده و این اطلاعات مثل وزارت اطلاعات خود ما بوده. یعنی اینکه همین قضیه جمع‌آوری اطلاعات از سراسر کشور، نظارت اطلاعاتی و اینها بوده، مثل مشرفان اینها بوده که در اون دوره هم تحت نام همین دیوان برید بوده داشته انجام می شده. گفتم دیوان خراج رو که ادغام میشه با دیوان وزارت، یعنی مسئولیتاش داستان پول و هزینه و همه اینها سپرده میشه به دیوان وزارت برای اینکه کارآمدتر باشه در اون زمان. و اینکه در آل بویه وزرا کلا یه نقش بسیار مهم و کلیدی داشتن. 2 تاشون خیلی مهم بودن، یکی صاحب ابن عباد بود، یکی وزیر رکن الدوله بوده، بعد حتی وزیر پسر رکن الدوله یعنی مؤیدالدوله هم بوده که یه شخصیت بسیار برجسته و عالم و دادگر و مدیر و مدبر و اهل ادبیات بوده، شاعر بوده و خیلی اون مسائل اداری رو توی منطقه خودش، یعنی همون همدان و جبال و ری و اینا گسترش میده و خود فرهنگ رو هم گسترش میده. عمادالدوله هم که اشاره کردیم ابن عمید وزیرش بود از همون زمانی که مرداویج میخواد قولی توطئه بکنه علیه علی عمادالدوله، با همین مدیریت ها و کیاست این وزیر و این مشاور واقعا عالیه و عالی رتبه علی عمادالدوله، تمام این نقشه هایی که کشیده بوده علیه علی عمادالدوله نقشه بر آب میشه. مرداویج کشیده بوده، همه نقشه بر آب میشه و خیلی مدیریتش کمک بزرگی بوده در فتح فارس.
که عمادالدوله اونجا رو میگیره و مرکزش میشه. یه جوری میشه گفت قلمرو رو مدیریت میکرده. از جهت اقتصاد و فرهنگ به خاطر این ارتباطی که یعنی راههای ارتباطی که بین ری و شیراز و بغداد به شکل اصل و به شکل بعد از اون مراحل بعد با جاهای دیگه ارتباطاتی که بوده، مسیرهای دیگه که بوده، این هزینه‌های راهداری، کاروان‌هایی که میرفتن میومدن باعث تولید ثروت میشد و مالیات زیاد میشد. مالیات که زیاد میشد اینها میتونستن به یه ثروت خوبی توی آل بویه برسن. یعنی آل بویه همیشه یه حکومتی بوده که ثروتمند بوده. به خاطر این مالیات، هزینه‌های راهداری، تجارت، گمرک، تمام اینها باعث میشه که ثروت بزرگی جمع‌آوری بشه و توی آل بویه همیشه وجود داشته باشه. حالا در مورد علم و فرهنگ هم بگیم، اینها ثروتی رو که به دست آورده بودن خرج حمایت از علم و فرهنگ هم میکردن. توی این زمان و قبل از این زمان همیشه همه تأثیر میکردن به سامانیان، چه غزنویان که جلسه پیش گفتیم دیگه، کارتامون 4 تاش پر شد دیگه، کارت نداریم در مورد غزنویا بذاریم، ولی جلسه پیش و 2 جلسه پیش در مورد سلطان محمود و بعد سلطان مسعود و بقیه جانشینش تا انقراض صحبت کردیم. به فرهنگ توجه می شده. در زمان ساسانیان همینجور، هر کدوم به یه دلیل، و آل بویه هم همینطور. غیر از اینکه ایرانی بودن و توجه داشتن به علم و فرهنگ و هنر، برای اینکه مشروعیت بیشتری داشته باشن هم مجددا به این قضیه توجه ویژه داشتن. در زمان این 3 برادر البته تمرکز بیشتر روی اون تثبیت سیاسی بوده، ولی بعدش که این تثبیت سیاسی صورت گرفته بوده، مثلا در زمان عضدالدوله فرزند حسن رکنالدوله، علم و ادب خیلی بیشتر شکوفا میشه. یه جوری این 3 تا خیلی برای این کار وقت نداشتن، بی توجه نبودن، ولی اون توسعه‌ای که زمان عضدالدوله بوده خب خیلی بیشتر بوده. این روایتی که غالبه ما اینجوری باید بگیم که آل بویه خلافت عباسی رو تحت کنترل در میاره ولی از بین نمیبره و نفوذ مذهبی خلیفه چیزی نبوده که به این سادگی بشه برش داشت. هرچند اینها به صورت نمادین سر قدرت بودن، اما اون نفوذ وجود داشته توی کشورهای اسلامی و مناطق اسلامی، چرا که همه چشمشون به خلافت بوده به عنوان جانشین پیامبر. اختلافاتی که آل بویه پیش میاد به خاطر همون قضیه‌ای بوده که گفتم، غیر متمرکز بودن و فدرالی بودن. بعد از این 3 برادر دیگه یه مقداری اون احترام کوچکتری و بزرگتری کنار میره و یه اختلافاتی پیش میاد که نهایتاً این اختلافات بزرگترین عامل در انقراضشون بوده. حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم. تا جلسه بعد که قسمت بعد آل بویه رو میگیم. خدا نگهدار.